سلطان محمود غزنوی که همه شاعرها دور و برش بودن، یا شاعرها رد شدن. یکی از شاعرها که اسمش اوفی بوده، اوفی به اوفی یه شاعر دیگه میگه میتونی شعر بگی که پله اولی که شاعر میاد، یعنی سلطان محمود میاد، پله اول که شاه بیاد بکشته، پله دوم یه شعری بگی که او را خونسا کنه. ما هم گفت آماده بوده، گفته شاعر هم قبول کرد و پله اول گفته اول. سالها بود تو را می کردم همه شب تا به سحرگاه دا. یاد داری که به من میدادی درس آزادگی و مهر و وفا، وصف روی گل زیبای تو را تا ته دست فرو خواهم کرد. خنجر خود به گلوگاه نگاه، تو اگر خم نشوی تو نرود خط رعنای تو از این درگاه. مادرت خان کرم بود و بدادت پس و پیش، به یتیمان زر و مال و به فقیران بز و میش. یاد داری که تو را شب به سر می کردم، صد دعا از دل مجروح پریشان احوال. وقت که بر پشت تو افتادن و جنبش چه خوش است، کاکل موج فشان با وزش باد شما. اوفی خسته اگر بر تو نهد منه، نام عاشق کشی و شیوه آشوب و احوال. همین بود، این جایزش دادم.